سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز اومدیم که اسکناس های اکانت دوم و سوممون رو خرج بکنیم. اسکناس اکانت اولمون رو در ویدیو گیم پلی اول خرج کردیم. اگر خواستید برید اون رو ببینید. اول چون که نمیخوام اکانت دوم الماساس خرج بشه، از بازار سیاه خانواده خرید میکنم و همچون که میبینید خیلی اسکناس هم هدر میره. حالا یکم این ویدیو واسه اینکه قبل اینکه روایت تموم شه، ولی اسکناسی دیگه تو این اکانت خرج نمیشه. مرسی که ویدیو رو دارید تا اینجا نگاه میکنید، ممنون میشم اگه تا الان دارید نگاه میکنید لایک و سابسکرایب کنید. خب بریم یه کارت ویژه بگیریم. ننجون رو انتخاب میکنم چون به ترکیبم میخوره. این به صندوق غولاسا بگیریم. 700 خورده اسکناس خیلی زیاده، هیچ قهرمانی هم توش نیست. اصلا جالب نبود محتویاتش. دیگه اسکناس موند، باید کارتای به درد نخور رو بگیریم. البته برای من به درد نخوره، حتما واسه شما شاید به درد بخور باشه. کلید که دارم 250 تا سکه میگیرم که واقعا خیلی کمه. این 250 سکه 1500 تا سکه میگیریم و بریم توانایی های حشمت رو بگیریم. توانایی فریولوف رو بگیریم. بعدش واسه شاهین تکتیر رو بگیریم. به نظر شما ویژه شاهین تکتیر خوبه؟ اگر به نظر شما میگید قبلیش بهتر بود کامنت کنید بگید قبلیش بهتر بود. از نظر من الان خیلی شاهین تکتیر بهتر شده و شاید توی ترکیبی که توش مهپی کردم باشه استفاده بشه و ترکیب به شدت عالی بشه. همچنین هیفا کجلوم که توانایی دومش که 3 بار میشه زدش واقعا قوی شده که در طول رقابت یا مبارزه کم میکنه. به نظر من بی‌نظیر شده. یه دونه ژتون میگیریم، میریم باش لباس ننجینو بگیریم. این لباس مادر خوانده‌ش رو میخوام. آره آقا مبارک بشه. خب شهرمون یه ارتقای ریز نمیدیم چون سکه نداریم. خب بذاری چند تا صندوق باز بکنیم، امیدوارم یه یاور بده. نداد، نتونستم قرارش انتخاب کنم. خب اشکالی نداره، بلیتالی هم که نخریدیم برای این اکانت. یه صندوق دیگه باز میکنیم، قهرمانی توش نیستش. اینم قهرمانی توش نیست و چیز جالبی هم نمیدونم. اگه ترکیب میخواید که معرفی کنم یا باش بازی کنم حتما تو کامنت بگید، یه ویدیو ازش میسازم. اتحادی میخواید که معرفی کنم بگید، حتما یه ویدیو میسازیم اتحاداتون رو معرفی میکنیم. خب صفر قهرمان نه، اینم به درد نخوره. دکترش خوب بود. خب دیگه الان میشه شهرمون ارتقالات. ویژهش رو میکنیم 9. به 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 312 تا الان میزنه، با دوپینگ میشه 400 دیگه. دوم توانایی دومشو نمیشه. خب بریم سراغ اکانت سوممون. اول واسه این اکانت بازار سیاه پدرخوانده رو باز میکنیم. اولین کاری که تو ذهنمه با این اکانت بکنم یه سریس قهرمان بگیرم. نه فعلا نه. یه سریس قهرمان بگیرم. خب حالا من یاور رو نمیگیرم. وقتی یاور رو با این اکانتم نمیگیرم با اینکه ندارم. اوف، سریس قهرمان رو بنازم. اوف. خب ژتون هم که نداره، هنوز کلی اسکناس داره. اینا رو منفجر میکنیم برای دینامیت رایگان. دینامیت رو بده. خب
الانم یه توانایی ویژه میگیریم 100% ویژن. توانایی ویژه با 100% بابا جان. توانایی دوم شرکین دوز، بازم توانایی دوم طلعت. به نظر من یه دونه ترکیبم باید با طلعت معرفی کنم، حالا همین الان میگم اگه خواستید امتحان کنید. طلعت بذارید روی جلو به صورت تانک بشه، زامبی هم عقب باشه، وسط حالا قفل کم بذارید که اون که جلوی زامبیه رو با طلعت و توانایی دومش بکشید و بعد زامبی رو برید. حالا اگه نمیدونستید میتونید از این ترکیب هم استفاده کنید. خب همونجوری که داشتم جایزه بازی میکردم یه صندوق اشرافی رو میگیریم 1000 تا اسکناس، 1100 خورده. قهرمانی توش نیست، حیف شد. شهره توشه، عالیه، خوبه. خب به نظر من الان یه توانایی ویژه میگیریم کریم سوسکی و اسی و یه توانایی اول که سوسنه میگیریم که اگر با سوسن بلد باشید کار بکنید واقعا میتونید بیشتر از اون تواناییش برید بالاتر، خودتون رو برسونید. یه سکه چند برابر میگیریم که واقعا خیلی شاهکار کنه، 4 برابر میشه، نزدیک 100,000 سکه باش در آورد. یه سردیس هم میگیرم. لباس حالا به درد من نمیخوره ولی خب سردیس. بعد یه دونه از قولاسا هم بگیریم. عالیه. آخر کاری هم شهره داد اون 6 تا ویژش. شاکیل بون کاغذی الان دیگه چاره ای نیستش، چیز خوبی نداریم. 210 تا هم میخواد، عالیه. 3 تا هم نه، بذار 210 تا هم نگه میدارم. باشه یه کاری دارم، یکم دیگه مونده جمع میکنم. یکم صندوق باز کنیم که از شانس ما هیچی توشون نیست. نه هیچی نی. ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید، خیلی متشکرم. اگه تا اینجا دارید تماشا میکنید لایک و ساب فراموش نشه. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.